اگه من قد حسود و اول بودم چرا طلاق گرفتم؟ نشستم سر خونه زندگی، دلم خوش میکردم بگه درسته دارم مثل سگ زندگی میکنم. عوضش مرد خوش قیافم شبا کنارم میخوابه. البته چقدر شبای جذابی داشتیم با هم. مقصر شبای بدون جذابیت زندگیت منم؟ کیه پس؟ کیه؟ خوشم میاد هر وقت خودت اراده میکنی شعار میدی مرد باید فلان و بهمان باشه، بتونه غرایزشو کنترل کنه. هر وقتم دلت خواست انتظار داری آدم کوه تستوسترون باشه. من گفتم کوه تستوسترون باش. سفسطه میکنی چرا؟ بهنام تو فقط جسمت. اون هر وقت عشقت میکشی تو اون اتاق بود. روحت نبود. من روحم اونجا نبود؟ نه. و تو روحت بود؟ بله. دکتر چی گفت؟ گفت 90% زنا مثل تو هم، ولی به خاطر زندگیشون. چرت میگفت. من نمیتونستم مثل 90% زنا باشم. نمیخوام. تو نمیخواستی مثل 90% زنا باشی، ولی منو تبدیل به این بدبختی مثل 90% آدمای این شهر. مرد باشی با راستشو بگو اصلا واسه مهم نبود زنت هم مثل تو حق داره لذت ببره. فکرت همه جا بود جز پیش من، ولی واقعش این بود که اون استاد افشار فلان اگه دلش میخواست، اگه خیلی حال داشت، فقط انگار کناری غریبه خوابیده بود که رفت تکلیف.